ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر یک گناه کردی، یک نقطه سیاه در اون دل سفیدی که خدا سفید تحویل داده، پاک تحویل داده، اگر یک گناه کردی توبه نکردی، یک نقطه سیاه میزند تو اون قلب سفیده. گناه بعدی 2 تا نقطه، گناه بعدی 3 تا نقطه، گناه بعدی 4 تا نقطه. اون قدر گناه میکنی و شیطان وعده های پس فردا و بعدش رو وقتی پیر شدی بهت میده که حالا فعلا که جوان دنیا دور زنها خوشید بکن، آخر روز توبه میکنی. باور بکنی جوان هست، پول داره، پیر هست، پول داره، 50 سالشه، پول داره، 100 بار برش حج واجب شده، نمیره. میدونی چه بهش میگه؟ با خودش پررو شده که